تانگوی یک نفره، نوشته آنتونی کوئین، ترجمه ماندانا عرفه. زندگی آنتونی کوئین از ماندنی ترین داستان‌های هالیوود است. زندگی نامه او به قلم خودش تحت عنوان تانگوی یک نفره از چنان صداقتی برخوردار است که بیانگر حرفه سینمایی 60 ساله او به عنوان یکی از سردمداران اولیه پرده سینما می باشد. او که از یک پدر ایرلندی دورگه و مادری مکزیکی زاده شده، در دهه 1950 در فیلم‌های متعددی مانند جاده و زنده باد زاپاتا بازی کرد و نیز ایفای نقش فراموش نشدنی او در فیلم زوربای یونانی، توپ‌های ناوارون و لورنس عربستان هیچگاه از یاد سینما دوستان نخواهد رفت. آنتونی کوئین که 80 سالگی خود را پشت سر می‌گذاشت، برای نخستین بار به بازگو کردن خاطرات حیرت انگیز خود از هالیوود در عصر طلایی آن پرداخته و با داشتن 2 همسر و 12 فرزند خود را به عنوان یک فرد مورد علاقه زنان مطرح می‌کند. تانگوی یک نفره روایتی است اصیل، هیجان انگیز و نامتعارف که مهر پاک نشدنی آنتونی کوئین بر هر صفحه آن خورده است. صادقانه ترین زندگی نامه در سالهای اخیر. تانگوی یک نفره. گوینده یاسر فرزان. همچون عقابی پرواز می کنم، بال می گشایم و دستهایم را باز می کنم. احساس می کنم بدنم از میان نسیم خنک بازوانم به سوی آسمان بالا می رود. نشاط می یابم و در رضایتی که هرگز تجربه نکردم غوطه‌ور می شوم. بسی افسوس که عقاب نیستم. پیرمردی سوار بر دوچرخه‌ای سفیدم که از سراشیبی زندگی سرازیر شدم، اما خودکشی را در من راهی نیست. در حال سرازیر شدن از سراشیبی در حیرتم که چرا ناکامی ها در رهگذر سراشیبی ها شناخته می شود. از کودکانی که سوار ترن‌های هوایی می شوند و جیغ می کشند بپرسید که بیشترین هیجان را در کجا احساس می کنند. آنها به شما خواهند گفت که دقیقاً قبل از صعود بعدی. در دوردست تپه های برهنه لپین را می بینم. در آن سوی دره سرسبز دریای مدیترانه همچون نواری روشن و نقره‌ای نور خورشید سحرگاهی را منعکس می کند. هنگام ترک مزرعه در سپیددم فکر نمی کردم هوا اینقدر عالی شود. مه غلیظ و بادی خاکستری حومه شهر را در آغوش گرفته است. برای چنین صبح دلپذیری زیاد لباس پوشیدم. روز با شکوهی است. آفریدگار با آفرینش چنین روزی قدرت خود را به فرشتگان ناباورش نشان می‌دهد. دست ساخته او مرا می‌خواند و من باید گوش فرا دهم. این روز، این سواری، این لحظه، همه چیزی به من میگویند. سعی میکنم همه را بشنوم. منتظر نوری یا آوایی برای راهنمایی نیستم. من آماده چیزی هستم. هر چیزی که باشد. جز زیر پوشم لباسهایم را در می آوردم تا خنک شوم. تابلوی کنار جاده نشان میداد در فاصله 37 کیلومتری جنوب روم هستم. به گذشتم باز می گردم. به شیب ملایمی می رسم که به ولتری ختم می شود. با دنده یک حرکت می کنم و به رکاب زدن ادامه می دهم. شیب جاده تندتر از آن است که به نظر می رسد. جاده آپین
برای جنگ ساخته شده بود. طی قرون متمادی ارتش‌های مختلف از این مسیر برای جنگیدن و کشورگشایی استفاده نمودند. از جمله سزار، ناپلئون، گاتها، ویزگاتها، پاپها و ضد پاپها. به روشنی می‌بینم که این جاده چکمه‌های ارتش آلمان را تحمل کرده است و سربازان آمریکایی با لهجه‌های بروکلینی و تگزاسی در راه رفتن به روم و توزیع سیگار و شکلات از این مسیر گذر کردند. هنوز می‌توانم صدای آنها را بشنوم، اما نگرانم که مبادا در اینجا تنها باشم. در حال دوچرخه سواری به جنگ و همینگوی فکر میکنم. تمام زندگی همینگوی در جنگ بوده و خاطرش همیشه در مسیر جنگ زنده است. به نقش اخیرم در تئاتر در قالب شخصیت همینگوی فکر میکنم. اخیراً تمام مدت غرق در او، زندگیش و مرگش هستم. شلیک گلوله‌ای در مغزم احتمالاً مافوق قدرتم است، اما نمیتوانم روش خودکشی بهتری را تصور کنم. چه کسی میداند که فردا چه حوادثی در انتظار ماست؟ برای همینگوی چیزی باقی نمانده بود. او بدون خاطرات و تصوراتش از دست رفته بود. من هم همین طور خواهم بود. این جاده و تپه ها خون و ناامیدی را منعکس می کنند. به رکاب زدن ادامه می دهم. سعی می کنم از هرچه در مورد مرگ است پرهیز کنم، اما لاشه سگی درون گودال کم عمر کنار جاده مرا به سوی خاطری دیگر می کشاند. از میان سگهای مختلفی که در زندگیم داشتم، سندباد را بیش از همه دوست داشتم. یک سگ سفید اصیل. ما در مکانی صخره‌ای مشرف بر اقیانوس آرام زندگی می کردیم. با سندباد در ساحل کالیفرنیا و تپه های اطراف پرسه می زدیم، گویی مالک آن تپه ها بودیم. در حین قدم زدن اغلب اوقات تبعیدی های آلمانی چون توماس مان و لیون واگنر را غرق در گفتگو با یکدیگر می دیدم. هرگاه در مورد جنگ جهانی فکر می کنم، همواره منظری دیدارهای این دو نویسنده و همسایه تبعیدیم را به یاد می آورم. عده بسیار قلیلی به هشدارهای مؤکد آنها در مورد خطرات هیتلر گوش فرا می‌دادند و تاوان سنگینی برای این غفلت دادند. سندباد این تپه ها را واقعاً دوست داشت. در سراشیبی تندی که به بزرگراه ساحلی منتهی می‌شد می‌دوید و در انتهای آن منتظرم می‌ماند. هنگامی که از جاده برای رسیدن به ساحل با سرعت عبور می‌کردیم، او پیشاپیش من می‌دوید و کوتاه زمانی بعد در کنار ساحل ترکیب بدن سفید او با کف موجها در هم می‌آمیخت به نحوی که تشخیص او از آب برایم مشکل می‌شد. زمانی که هوا نامساعد بود، در تپه‌های پوشیده از کهور مالیبو یا در ساحل گردش می‌کردیم. مشکل ما این بود که او همه چیز را به عنوان خطری بالقوه برای فرزندانم، همسرم و من قلمداد می‌کرد. صورت حساب‌های متعددی به خاطر شلوارهای پاره شده و ویزیت دکترهایی که سندباد با حمله کردن به مردم و همسایگان سبب شده بود پرداخته بودم. در نهایت سندباد به قیمت از دست دادنش برایم تمام شد. در ایالت یوتا سرگرم فیلمبرداری فیلم وسترنی به نام خائن همراه با هنری فوندا و ریچارد ویدمارک بودم. همسرم با اضطراب به من اطلاع داد که سندباد پای پسر همسایه را گاز گرفته است و عمق زخم به حدی است که پای بچه احتیاج به 10 بخیه دارد. والدین پسر بچه به پلیس اطلاع دادند و سندباد توسط پلیس زندانی شده و به او پوزه بند زده‌اند. اما این سگ به آزادی و گردش در تپه ها و کنار دریا عادت داشت و هیچ چیز نمیتوانست او را محدود کند. او با کندن زمین حصاری که در آن زندانیش کرده بودند از آنجا خارج و ناپدید میشد. شاید هم به یوتا آمده بود تا دوست و صاحبش را بیابد.
من درد سرهای خودم را به هنگام فیلم برداری داشتم و از سگم غافل بودم. کارگردان این فیلم ادوارد دمیتریک بود. وی یکی از هدفهای سناتور ژوزف مککارتی در جنگ علیه کمونیسم بود. دمیتریک بالاخره مجبور شد علیه 10 تن از همکارانش که در لیست سیاه کمونیست ها قرار داشتند شهادت دهد تا بتواند فعالیت و کار سینمایی خودش را ادامه دهد. بسیاری از شبها با هنری فوندا و ریچارد ویدمارک در این مورد صحبت می کردیم. از همکاری با او نگران بودیم. نمیدانستیم که از کار کردن ما 3 نفر با این شخص چه برداشتی می شود. دوران گیج کننده‌ای بود. هر کس مشغول کار خود بود. دمیتریک به اندازه کافی زجر کشیده بود. بسیاری از دوستان ایام سختی را گذرانده و رنج فراوانی کشیده بودند. بنابراین خودمان را با کار کردن زیادی سرگرم می کردیم و در این ایام همسر اولم کاترین مشکلات سگ را بر عهده داشت. او هیچگاه به سندباد علاقه نداشت، اما فکر می کرد زندانی نمودن او نیز ظالمانه است. این کار کاملا علیه میل سندباد بود. کاترین درست فکر می کرد، اما راه حلی که انتخاب نمود مرا خشمگین کرد. وی سگ را به یکی از دوستانمان که ستاره سینما و صاحب مزرعه‌ای بود به نام هری مورگان و خانواده او بخشید. کاترین فکر میکرد سندباد میتواند در آنجا هرچه دلش میخواهد بدود و شکار کند. چند هفته بعد که از یوتا به منزلم بازگشتم بسیار عصبی و دل شکسته بودم. از نظر من بخشیدن سگ هر کس به دیگری غیر قابل تصور و بخشش بود. درست مثل این بود که پس از مدتی به خانه‌ام برگردم و ببینم یکی از فرزندانم به دیگری بخشیده شده است. هرچند که اکنون آن سگ جزو خانواده جدید شده بود و کار دیگری نمیشد کرد، اما سواحل و تپه ها بدون سندباد دیگر مثل سابق برایم نبود. از دست دادن سندباد مانند از دست دادن هر دوستی برایم ناراحت کننده بود. بالاخره پس از 4 ماه برای دیدن او به مزرعه رفتم. فقط میخواستم او را یک بار دیگر از دور ببینم. همین برایم کافی بود. ماشینم را حدود 1 کیلومتر دورتر از منزل هری مورگان پارک کردم و از مسیری خاکی به بالای تپه‌ای رفتم تا شاید احتمالاً او را ببینم. صدایش کردم و از میان بوته‌های خار دیدم که موهای بدنش سیخ شده است. با پارس کردنش به من هشدار داد که از آنجا دور شوم. التماس کردم که مرا ببخشد. به آرامی صحبت کردم. به نظر می آمد که به حرفهایم گوش می دهد. به زانو افتادم و شروع به گریستن کردم. اما اشکهایم برای او کمترین اهمیتی نداشت. من به او خیانت کرده بودم. اکنون دشمن او بودم. یک مزاحم بودم. او حامی خانواده جدید بود. من آمده و رفته بودم و او میبایست به راهش ادامه دهد.